أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا كنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. امر من عندنا انا كنا مرسلین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بینات و بینات من الهدى والفرقان. خب، شب 19 ماه مبارک رمضان است و شروع لیالی قدر است و شب تعیین سرنوشت و مقدرات و شب قدر، لیالی قدر، آمدن به جنگ افرادی که انسانها را محکوم به جبر در زندگی میکنند. لیالی قدر آمد بگوید نه، گلیم بخت کسی رو سیاه نبافتن. گفت کسی گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه و آب زمزم کوثر نتوان پاک کرد. دروغ است، دروغ است و دروغ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین اونم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا انا هدیناه النجدین. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجز به. اینه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احد.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت کل نفس بما کسبت رهینه. چقدر از این آیات که اختیار را دست انسان دادن، انتخاب را دست انسان دادن. انسان مجبور به گناه نیست، مجبور به سقوط و هبوط و ظلمت نیست. بله مجبور به عبادت هم نیست، اما قد تبین الرشد من الغی. انا هدینا النجدین بوده، عقلم دادیم. خلق الله الملائکه من عقل بلا شهوه و خلق الله البهائم من شهوه بلا عقل. خلق الله الانسان من العقل و الشهوه انقلب عقله علی شهوته اعلی من الملائکه. اگر این عقل، اگر این حجت باطن، اگر این رسول درون، اگر این ودیعه الهی، این امانت الهی که عقل است، اگر این غلبه کرد بر هواهای نفسانی، بر شیطنتها و شهوتها، بر شرورها و آفاتی که خودم به دست خودم کسب میکنم، اگر این غلبه کرد انسان، ملائک میرود بالا. بار دیگر از ملک پران شوم، اون چند در وهم ناید اون شوم. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، به در آی تا ببینی طیران آدمیت. اگر یک قدم بیش برتر نهم، فروغ تجلی بسوزد پرم. رسد آدمی به جای بجز خدا نبیند، به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت. جایی میتواند امشب برود انسان، به جایی میتواند پرواز کند در لیالی قدر که دیگر جبرئیل هم به اون را ندارد، میکائیل و اسرافیل و دردائیل و سرسائیل هم به اون را ندارند، کروبین هم اون را ندارند. خدا را گواه میگیرم. حالا انشالله 2 تا بحث دارم که البته امشب نمیرسیم، فرداشه و پس فرداشه انشالله عرض میکنم. یکی مشترکات عجیبی که امیرالمومنین با پیغمبر دارد، طبق درست، یعنی مقابله آیات با هم شو عرض میکنیم. یکی هم علی از دیدگاه علی، الانسانو بصیر علی نفسه. الانسانو یه دی بهائم هستن، اولوکا کن الانام بل هم اضل سبیلا. علی از نگاه علی قوقاست. انشالله عرض میکنم انسان باید وقتی که این علی از نگاه علی رو میبینه جا داره خون گریه کنیم که علی علیه السلام با این جایگاه بیان با معاویه یکیش کنن. 3 شب امشب 3 نفر مورد حمله و ترور قرار بگیرن، بگن بدبختی مردم و کشور و مسلمین سر 3 نفر است، علی و معاویه و امرآست. چیه این بشریت؟ آها از این صرافان گوهر ناشناس هر دمی خرموره را با در برابر میکنن، خرموره را با در برابر میکنن. نشناس انسان علی رو، دیگر دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. و بعد میگن امراس جرثومه مکار،
نابغه ابن نابغه حرامزاده، چند نفر مدعی بودند که امراس مال ماست. بعد حضرت در اون نامه براش می نویسه ابن نابغه. ماوی هم کمین، ماوی هم که مادرش 12,000 پرچم داشت. گفتم در هر 1000 تا زنا که میدادن در جاهلیت یه پرچم میگرفتن. مادرش 12 تا پرچم دست کرد و سر در. این آمده به جنگ علی. مادر علی فاطمه بنت اسد، بهترین زن پاک، که وقتی از دنیا رفت فرمود علی جان نمیدونم من به تو تسلیت بگم یا تو به من تسلیت بگی. علی که پدرش از اوصیای حضرت عیسی، اولین مؤمن قریش، و این علی رو میان و ماوی و خودش فرمود نزلی اونا اینو من آوردن پایین تا من برابر کردم با اینا. یه دیانگ باز قلوف کردن من خدا گفتن. آره هلکت رجلان، دو گروه در من هلاک شدن، مبغض قال محب قال. دشمنانی که آنقدر دشمنی کردن با من علی تا اونجا گفت علی کافر است. گفتم علامه امینی هم اینو نوشت و خودم هم دیدم. عبدالملک مهربان روی منبر صحبت میکرد، مسجد پر جمعیت، شروع کرد دنبال حضرت، بعد گفتن به خلصش گفت این علی کیه که آنقدر عبدالملک مهربان داره آنقدر بد ازش میگه؟ گفت لصن من لصوص مدینه، دزدای مدینه. حضرت علی رو دزدای مدینه. این تاریخ، این مظلومیت علی است. لذا فرمود شب قدر شبی است که خداوند تبارک و تعالی ولایت من را در حقیقت مقدر می کند. ولایت من، محبت من، دوستی من رو مقدر می کند. اون کسی که شایستگی و لیاقت در حقیقت اینو داشته باشد، بله، تا به اینجا میرسد که حضرت فرمود قال لی رسول الله یا علی اتدری ما معنا لیلة القدر؟ علی جون میدونی معنای لیله قدر چیست؟ ادب میکنه، نمیگه هرچه تو میدونی منم میدونم. پیغمبر بود میفرماید من هرچه تو هم میدونی، او نمیگه ادب، نه هرچه تو منم میدونیم. اینجا نه لا نمیدونم بفرم لا یا رسول الله. فقلت یا رسول الله. فرمود ان الله تبارک و تعالی قدر فیها ما هو کائن الی یوم القیامه فکان فی ما قدر ولایتک و ولایت ائمه من ولدک الی یوم القیامه. علی جان مقدر شد، مقدر می شود اون چه که باید بشود تا روز قیامت. یکی از چیزهایی که ولایت مقدر می شود ولایت تو و ولایت ائمه از فرزندان تو تا روز قیامت. حقیقت ولایت درک لیله قدر این است که من امشب امام را مفترض الطاعه، صاحب ولایت کلیه، صاحب ملک ملکوت، صاحب نفس قدسیه، بدانم ولایت کسی است که چیزی است که روح القدس در نزد او لب میاندازه. جبرئیل خادمشه، اسرافیل، میکائیل، همه
افتخار کنن که ولایت علی دارن. قال الباقر علیه السلام یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلنا فی لیلة القدر، مخاصمه کنید، جنگ کنید با دشمن، با سوره قدر، با دشمنانتون تفلحوا، آره تا به رستگار برسید. فوالله انها لحجة الله تبارک تعالی علی الخلق بعد رسول الله و انها سیدة دینکم انها لغایة علمنا. یا معشر الشیعه انا انزلنا تنزل الملائکة، و رو به کی نازل میشن؟ یا معشر الشیعه خاصمو بها میم بالکتاب المبین، سوره دخان. انا انزلنا فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین فانا ولات امر خاص بعد رسول الله امیر المؤمنین. هر شب مستحب سوره دخان خونده میشد، حتی دارد اگر مقدور است 100 بار بخونید این سوره رو. پس جان لیله قدر ولایت است، اطاعت است، فرمان برداری است. همینطور شروع می کند بیان کردن که الان گفتم مطلب زیاده، فرصت هم کم، گذرا فقط. خب اعمال امشب زیاده. بعد این چه سریست باز امشب پس فردا شب 23 که زیارت امام حسین چیه؟ خب از دی آخریت 21 به بعد هر شب غسل، لعن دعاهای دی آخر عوض میشه، یعنی انسان توی یه وادی دیگر میاندازه. نگاه کنید دعای دی آخر بسیاریش از مسائل ملکوت است، مسائل عرفانی و اخلاقی و توحیدی است، کمتر از ظهور و قصور است. هست اما از ذکر است، از شکر است، از اطاعت است، از محبت است. روی مست و ادا احسانی فی علیین، من رو ببر بالا، میخوام برم بالا، دلم تنگ شده برای این عالم. یک شعری درباره امام حسین فرمودن، همه رو گیج کرده. انقای قاف را هوس آشیانه بود، قوقای کربلا در راه بهانه بود. بشینین اینه معنا کنیم. انقای قاف را هوس آشیانه بود، قوقای کربلا در ره بهانه بود. قنطره‌ای بود، گودال قتلگاه سکوی پرواز امام حسین بود و 72 تن یارانش. این آقا وقتی میره باید به درگاه پادشاه بره، یه دسته گل ببره. دسته گل امام حسین علی اصغر است، اونم با گلوی پاره. علی عالم گرچه خوانن اصغرش، لیک دانم من ولی اکبرش. چقدر زیبا. انقای قاف را هوس آشیانه بود، قوقای کربلا در رحم بهانه بود. بگذرم. این شب قدر این است. فرمون من صلی لیلة القدر ایمانا و اعتصاما غفر الله له ما تقدم من ذنبی. من یقیم لیلة القدر ایمانا و اعتصاما غفر له ما تقدم من ذنبی. نماز بخونه. چه نمازی؟ نماز شب قدر رو خیلی این نمیدونم وهابی ها میخونن، مخصوصا شماره که مکه بودن شب 27 اونا بیشتر روی انادی که دارن خیلی با این 3 شب ما
موافق نیستن، چون لیله قدرشون رو شیطان تعیین میکنه. ولایت اونا ولایت شیطان است، اونا دنبال اونه. ولایت ما را علی تعیین میکنه. بله، هر حرامزاده که نمیتونه با علی علیه السلام باشه که. نطفه یعنام لغما یعنام. من صلی لیلة القدر ایمانا و احتسابا، کسی شب قدر ایمانا و باورانه حساب شده نمازی بخواند گناهان گذشته‌اش بخشیده میشه. من یقیم لیلة القدر، کسی که شب قدر رو اقامه کند، بیدار باشد، هوشیار باشد، سحا داشته باشد، سحر و سحری و سعادی. سحر یعنی اون زمان، سعاد یعنی بیداری و هوشیاری. غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول خدا باز فهم ما رسول خداست. من صلی رکعتین فی لیلة القدر یقرأ فی کل رکعتین فاتحة الکتاب مره و قل هو الله 7 مرات فاذا فرغ یستغفر 70 مره لا یقوم من مقامی حتی یغفر الله له و لأبیه و بعث الله ملائکة یکتبون له حسنات الى سنة الاخرى و بعث الله ملائکة الى الجنان یغرسون له اشجار و یبنون له القصور و یجرون له الانهار ولا یخرج من الدنیا حتی یرى ذلک کله. این تمام نماز 7 قل هوالله است. کسی که در شب قدر لیالی قدر 2 رکعت نماز بگذارد، در هر رکعتی 1 بار فاتحة الکتاب، 7 بار توحید، وقتی فارغ شد 70 بار استغفار کند، از جاش حرکت نکرده، مگر اینکه خدا او رو بخشیده و پدرش رو، پدر مادرش حببه. و بعد الله خدا ملائکه رو میفرستد که برای او حسنات می نویسند تا باز لیالی قدر سال آینده الاسرار سنت الاخرى. ملائکه رو باز میفرستد خدا تو بهش میره، برید اونجا براش درختکاری کنید، برید اونجا آباد، برید اونجا باغ و بوستانی براش بیان کنید و قصرهایی بنا کنید. یبنون له قصور یجرون له الانهار، نهرها جاری کنید. این آقا نمی میرد تا اینکه این باغها بوستانها رو ببیند، بعد اون وقت برود. این فضیلت نماز 7 قل هوالله و الی ماشاءالله. خب حالا این همه عظمت، این همه جلال برای کسی که این چنین خلاصه احیاداری کنه، این چنین بندگی کنه. بعد من احیا لیلة القدر فهو اکرم علی الله ممن احیا شهر رمضان لم یحیی تلک لیله والذی بعثنی بالحق ان اهله ولده ولده یشفعون فی 700,000 لكل واد فی 700,000 الی آخر. کسی که شب قدر رو بیدار، هوشیار درک کند، بیعت کند با امام زمانش، با ولایت و عنایت، 700,000 پاداش میتواند شفاعت کند. و خلاصه تا کجا؟ تا اونجایی که تمام اقوام و ارحامش رو. خب پیغمبر فرمودن ان الله تبارک و تعالی اختار من الایام جمعه و من الشهور شهر رمضان و من اللیالی لیلة القدر. شهر رمضان سید الشهور، گفتیم شبای اول. لیلة القدر سید اللیالی. اینا آقایان، سرورن. حضرت موسی در مقام مناجات 3000 کلمه خداوند با حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام تکلم کرد. 3000. ولی کلماتی که با پیغمبر ما تکلم کرده بالغ بر 70,000، غیر احادیث قدسی ها. حروف قرآن رو ببین.
از نظر قرائت عرفانی خواجه عبدالله انصاری میگه قرآن 12,000 مد دارد. مد یعنی چی؟ تنزل الملائکة و الروح. یکم فکر کن، بکش، زودت نشو. ملاوالین یعنی بشنو رد بشو. آره این 12,000 مد چیه؟ توقف، درک. خب حالا بعد اون 3,000 کجا و این 70,000 خورده با حالا احادیث قدسی و لیالی عرشایی که رفته و میراجایی رفته فوق ایناست، خوب ایناست. حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام در مقام مناجات عرضه داشت الهی، قال موسی الهی ارید قربک، خدای من میخوام به تو نزدیک بشم، دیگه از دوری رنج میبرم، فراق تو من اذیت میکنی، میخوام بیام به تو نزدیک بشم دیگه. بله الهی ارید قربک، قال خدا فرمود قربی لمن نستیقظ لیلة القدر. موسی اگه میخوا به من نزدیک بشی شب قدر بیدار باش، هوشیار باش. ایقاظ میدونی هوشیاری، ایقاظ و نامی گفتیم دیگه. بیدار باش، هوشیار باش، حواست جمع کن، وقت تو، زبان تو، نگاه تو، فکرت این بر اونور نبر، با ما باش. الهی ارید و رحمتک، میخوام به رحمت تو برسم. به رحمت کلتی وسط کل شی، قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلة القدر. هر کسی که شب قدر به مساکین ترحم کنه. اولین مسکینین عالم امیرالمومنینه، پیغمبره. اینا درک کردن مسکین رو. ما چه من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد هیچ هیچ. الهی فقیرون مسکینون مستکینون، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینا رو میخونیم لقلق زبان رد میشیم. اما میره تو پس قوله ها و خرابه ها نان و خرما میبره، میگیره سر فقرات به دامن میگیره. بعد چی میگه؟ فقیرون جالسون فقیرا، مسکینون جالسون مسکینا. الهی هوایی غالب، عقلی مغلوب و معصیتی کثیر و لسانی مغرم بالذنوب. فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، چه چاره کنم؟ فکیف حیلتی، راه چاره چیه؟ موندم، میخوام از این مسکنت، از این مستکین، همه میخوام بیام بیرون. مسکین میگن کسی که فقر تو خانش لنگر انداخته، چه فقر مادی چه معنوی، ولی میتونه زنگ بزنه فلانی سفارش بده، من بیچاره ام نیاز به کمک دارم. این میشه مسکین. مستکین کیه؟ رو نداره به کسی بگه، آبرومنده، نمیخواد خودش ذلیل کنه. العزت لله و رسول المؤمنین نمیخواد بگه. مستکین باعث هیچی نداره، دستش خالی خالی. خب خدایا میخوام به رحمتت برسم. فرمود رحمتی لمن رحم المساکین. به علی رحم کنیم، ننگ علی نباشیم، آبروی علی را نبریم. کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. ذالک لمن الهی ارید و الجواز علی الصلاة، میخوام از پر صلات زود بگذرم، خیلی معطل نشم. قال ذالک لمن تصدق بصدقه فی لیلة القدر. الهی ارید اشیار جنه و ثمارا، میخوام به بهش و نعمتهای بهش، میوههای بهش برسم. ذالک لمن سبح تسبیحة فی لیلة القدر. سبحان الله.
سبحان قدوس رب الملائکه بر بلند میشه دل شب، باید این مقدار این ذکر رو 3 مرتبه 5 مرتبه 7 مرتبه هم بگه. الهی ارید نجات من النار، میخوام از آتش جهنم نجات پیدا کنم. ذالک لمن استغفر فی لیلة القدر. استغفار کن، توبه کن، انابه کن، انابه کن. این توبه و انابش میمونه برای فردا شب. که بعد توبه یعنی چی؟ فقط در مجموع از گذشته پشیمان بشیم. بالله فرصت تمام شد، نمیخوام بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کنم. الهی وقتی میاد پلو ازت میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب. سکلت امک، مادرت بعضات بشینه. این اتدریم الاستغفار، میدی استغفار یعنی چی؟ یه تون تون داری با الفاظ بازی میکنی. سکلت امک ان الاستغفار درجه لیین اسم النواق و نوازت المعان 7 درجه. درجه اولش اینه که از گذشته پشیمان بشی، پشیمان بشی، نادم بشی. یه نفر تو کربلا نادم شد، امام حسین ولی خدا آمد سرش گرفت، دستش گرفت، بلند ارفع رأسک یا شیخ. هر کسی که اینجا آمده در خانه ما دیگه سرافرازه. خود امام دلا شد، دستش گرفت، خجالت نکش از محال کردی دیگه، خجالت نکش. این میگن آمد سرش انداخت، خجالت میکشید. التوبه التوبتون. یه توبه ای کرد، بقا با بارگاه براش ساختن. وارد حرم حضرت طهور میشی، یه احساس حریت و آزادی عجیبی میکنی. حر آزاد شده. بعد حضرت فرمود آره اگر مادر رفته بود تن رفته بود. آره مادرش قصد گناهی میکنه، مادر حر به نرا بر میگرد. گو اگر مادر رفته بود تن رفته بودین، مادرت پاک موند، تن پاک موند. الهی ارید و رضاک، میخوام به رضای تو برسم، به رضای تو برسم. فرمود رضایی لمن صلی رکعتین فی لیلة القدر. 2 رکعت نماز بخوان، تکبیرات احرام تو بگو الله اکبر، همه چیز پشت سر بینداز، همه چیز غیر خدا برای خودت حرام کن. اصلا معنای تکبیر احرام میاد ماسرن رو حرام کن. یفتح ابواب السماوات فی لیلة القدر فما من عبد یصلی فیها الا کتب الله له بكل سجدة شجرة فی الجنة لو یسیر الراکب فی ولها 100 عام لا یقطعها و بكل رکعة بیتا فی الجنة من در و یاقوت و زبرجد و لؤلؤ و بكل آیة تاجا من تیجان الجنة. درهای آسمان شفقت باز میشه. هیچ بنده نیست که اونجا 2 رکعت نمازی بخونه، سجده ای کنه. میگن خداوند تبارک و تعالی با هر سجده آره شجری در بهشت رشد میکنه، صد میشه. که اگر راکب اگر سواری 100 سال بخوابره از زیر سایه این درخت نمیتونه خارج بشه. 100 سال. اون راکب هم دیگه نگفتن اسبش چطوره، هواپیمایه، نمیدونم تو بهشم که هواپیما من باشه، نه بالاتر از هواپیماست. یطیرونه آره پرواز میکنن. روایت داریم منامش کشیم حدیث پرواز. یه عده‌ای تو بهش پرواز میکنن. خب بعد فرمودن که 100 نمیتونه و به کل رکعتن با هر رکعتی میخونه یه خانی در بهشت. اون وقت مواد چی؟ از در یاقوت زبرجد لؤلؤ و به کل آیت تاجا من تیجان الجنه. عرضم تمام. شب ضربت خوردن امیرالمومنین هم هست. پدر پیر فلک گشته عقیم ازلی، مادر در نزاید پسری مثل علی. حق نخوادید الا با علی، رهبر کل جهان است اون ولی. او بود اینجا امام و مقتدا، حکم این کرده خدا در انما. خلاصش اینه که بقیه مصیبت واگذار میکنم به حسین آقا. هر شبی منزلی که بچهاش افطار میرفت،
امشب خانه ام کلثوم بود. رفت نشستید سر سفره، شیر آورده و نان و نمک. سفره رنگین نبود و خرجه های اضافی نبود. یه نگاهی کرد و دخترم تو کی دیدی سر سفره بابا خورشت باشه؟ یا شیر و نمک یا نان و نمک. خب افطار کرد، اما هی بلند میشه میاد تو صحنه حیات، هی نگاه میکنه به آسمان، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون. هی میگه یه وقت حضرت ام کلثوم بابا چی شده امشب تو این تو؟ من نمیدونم. فرمود دخترم بهم زودی میفهمی. چند لحظه میگن همونجا تو منظر حضرت ام کلثوم میگن زانوشون طوری کرد و یه چرتی زد. اما چه چرتی؟ چرتی که از هزارون ایقاظ و بیداری ما بالاتر است. بله نوم اینا عبادت است. فرمودن ما خواب بیداری نداریم، اما خب یک مرتبه پیغمبر دید همونجا، گفت یا رسول الله خسته شدم دیگه از این امت. دیگه امت چرا خستش کردن؟ خستگیش برای چی بوده؟ حقشو کسب کردن. نه من خیلی اینه نمیتونم. خستگی علی و سیلی که فاطمه زدن. خستگی علی این است که ناموسش رو کتک زدن، در خانه آتش زدن. خستگی علی بدعت هاست. بدعت هایی که دشمن گذاشته، بازی هایی که با دین کردن، این علی رو خسته میکنه. والله کشتن امر به عبدالباد که علی رو خسته نمیکنه. کندر با خیبر که علی رو خسته نمیکنه. مردم این فارسی یل رو کشته، روی علی خسته شده چون کفر رو میبینه، نفاق رو میبینه. با نفاق و با کفر آمدن به جنگ دین، این علی رو خسته میکنه. مهمان دختر است علی جز نمک نخورد. مهمان دختر است علی جز نمک نخورد. یک ظرف شیر بود ولی جز نمک نخورد. دختر به گریه گفت که مهمان من مرو. شالش گرفت حلقه در جان من مرو. پیش یتیم ها پدری سر به زیر رفت. این بار آخر است که با ظرف شیر رفت. مسجد رسید روزه خود را به پا کند. مسجد رسید قاتل خود را صدا کند. تا ضرب خورد بغض پریشانیش شکست. تا ضرب خورد صفحه پیشانیش شکست. جبریل پیش ضربه او شهپرش گرفت. از بس شدید بود که زهرا سرش گرفت. افتاده است بر روی سجاده پیکرش. افتاده مثل فاطمه‌اش وای با سرش. دیگه مثل امشب و فردا راحت میشه مولا.
30 سال انتظار و فراق فاطمه‌اش به پایان میرسه. بعد فاطمه‌اش تنها هم دردش چاه نخلستان بود. شبا می اومد سرشو درون چاه میکرد، درد دل میکرد. الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم عشقم بهارم را گرفتن. الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم عشقم بهارم را گرفتن. یا امام رضا افتاده است بر روی سجاده پیکرش، افتاده مثل فاطمه‌اش وای با سرش. محراب غرق آتش و سیلی و دود شد، سر ضربه خود گوشه چشمش کبود شد. سادات هر کی گرفتار امشب بگیره دامن مولا رو، حاجت روا از این محفل بیرون بریم. خم شد گمان کنم که به دیوار خورده بود، کنایه فرما شاید به پهلویش نوک مسمار. امشب برای امیرالمؤمنین بلند بلند گریه کنید، خریدار این عشقا صدیقه طاهر است. خم شد گمان کنم که به دیوار خورده بود، شاید به پهلویش نوک مسمار خورده بود. خون می چکید از سر و روی و محاسنش، پیشش نشست فاطمه همراه محسنش. روی عبای سرخ ولی خانه می رود، چشم انتظار دارد علی خانه می رود. همین که شمشیر به فرق مولا خود با صورت روی زمین افتاد، صدای ناله مولا بلند شد. انا لله و انا الیه راجعون. حسنین اومدن زیر بغلای بابا رو گرفتن. امام مجتبی شروع کرد بلند بلند گریه کردن. یه آقازاده 37 ساله است، پسر بزرگ مولاست. مولا چشای بیرمقشو باز کرد. حسن جان آروم باش. یا امام رضا چی کردن با امیرالمؤمنین؟ مقتل داره مولا رو همینطور که می آوردن سمت خونه، نزدیک خانه شدن. مولا رو کرد حسن زیر بغلای بابا رو رها کنید. چرا بابا؟ بچه ها نمیخوام زینبم منو توی این حال ببینم. دخترها بابایی هن، طاقت ندارن. یا امیرالمؤمنین آهسته گفت آه ابا را رها کنید. زینب دم در است، مرا روی پا کنید. ماندم حسن که زیر بغلهاش را گرفت، یا باز چشم زینب کبراش را
گرفت عرض توسلم همین چند جمله. یا امیرالمؤمنین شما تاب نیاوردی زینب شما رو توی این وضع حال ببینه. کجا بودی کربلا؟ همین زینب داره نگاه میکنه، دو دست روی سر گذاشت، فنادا به صوت الحزین یا محمدم و علیم. پس با زبان پر گله آن بزعه بتول رو کرد سمت مدینه که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین جز این سید دست و پا زده در خون حسین جز. مولا جان شما دل نداشتی زینب فرق شکافته شده شما رو ببینه، اما کربلا یه نگاه به بدن اربای برادر انداخت. هر کجای بدن رو بلند میکرد یه جای دیگر رو زمین میماند. صدا زد ای زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، این خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. یه حرف زده زینب دل آدم عالم و خون کرده. حسین جان خاک عالم به سر آید که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من بر همه عزایم تو نیست. چرا سر به بدن نداریم؟ چرا عمامه بر سر نداریم؟ قصد زیارت کن شب 19 ماه مبارک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك علیکم منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. السلام علیکم ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. وقتی فرمود که یا رسول الله خسته شدم، فرمود علی جون درباره مردم نفرین کن. خود نفرین کرد چه گفت؟ گفت خدایا علی رضی مردم بگیر، علی رضی مردم بگیر. شب تاریک و نخلستان و غربت، دو کیسه نان و یک کاسه محبت، سر محراب با شمشیر میگفت چه کردی با علی ای بی مروت. راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس از سور و قضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل و دیده ای، چه میگو بدون چه دیده ای. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. قبل از اینکه دعا کنم یک پذیرایی مختصر عزیزم بشین چایی و انشالله بعد هم دعای جوشند خونده میشه، بعد انشالله قرآن به سر میگیریم و که عزیزان انشالله به کارا دگرشونن برسن. اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و صدق النیه
و عرفان الحرمه. خدایا این شب قدر است و شب تعیین سرنوشت، ما را ببخش و بیامرز. ولایت علی و بچه های علی را امشب روزی ما قرار بده. خدایا دل ما رو جایی جز در خانه خودت مبر. خدایا مریضامون مریض منظور که سفارش کردن عزیزان کسالت در شفا عنایت بفرما. اسلام ما، قرآن ما، دین ما، رهبر ما، مملکت ما، نظام ما، ناموس ما، نسل جوان ما از همه خطرات مسون و محفوظ بدار. کید کفار، شر اشرار آمریکا و وهابیون، داعش، اسرائیل، منافقین به خودشون برگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.